داستان با یه گروه دوست صمیمی شروع میشه که توی کلبه اجاره‌ای برای جشن تولد آلیس دور هم جمع شدن. توی این جمع هیلی و گرنت هستن که قبلا با هم بودن، ولی حالا رابطهشون کمی به هم خورده و اوضاع بینشون خیلی خوب نیست. بقیه دوستا هم پیج، پاکستان، لوکاس و مادلین هستن. وسط مهمونی وقتی میبینن مشروبشون تموم شد، پاکستان میگه که حتما توی این کلبه یه جایی مشروب پیدا میشه و شروع میکنن به گشتن و یه در قفل شده پیدا میکنن که به زیر زمین راه داره. لوکاس قفل رو میشکنه و میره پایین، ولی به جای مشروب با یه اتاق پر از اشیای عجیب روبرو میشن. آلیس یه جعبه کارت تاروت میبینه و چون تولدشه به هیلی اصرار میکنه که براشون فال بگیره. هیلی اول میگه نباید از کارتای غریبه استفاده کرد، ولی با اصرار آلیس راضی میشه. هیلی توضیح میده که برای هر نفر 12 کارت به ترتیب نشانه های زودیاک میچینه و یک کارت وسط میذاره که مسیر کلی زندگی و تعبیر اصلی فال رو نشون میده. اولین فال برای آلیسه. کارت وسطش کشیشه که میگه تو زندگی همیشه عجله میکنی و تصمیم‌های سریع میگیری. تو ماه آینده باید خیلی مراقب باشی وگرنه ممکنه یه اشتباه بزرگ بکنی و همه چیزت رو از دست بدی. بعدی مادلینه. کارت وسطش مرد آویزونه که بهش میگه وقتی خطر حس میکنی همیشه فرار میکنی، ولی این ماه باید جلوی این کار رو بگیری و به چیزی یا کسی هم وابسته نشی. تو همین حین پاکستان میره دستشویی و یه لحظه سایه‌ای بیرون کلبه میبینه، ولی وقتی چراغ روشن میکنه کسی نیست. فال بعدی برای پیجه. کارت وسطش شعبده بازه. هیلی میگه تو همیشه دنبال منطق میگردی، ولی این ماه یکی میاد تو زندگیت که گولت میزنه و به 2 مسیر متفاوت میکشوندت. باید خیلی دقت کنی که درست انتخاب کنی. نوبت پاکستان میرسه که کارت احمق براش میفته. این کارت یعنی باید مراقب تصمیم‌های ناگهانی باشی و دوستای مورد اعتمادت رو نزدیک خودت نگه داری، حتی اگه حس کنی محدودت میکنن. بعدی لوکاسه. کارت وسطش زاهده که هشدار میده این ماه ممکنه یه قضاوت اشتباه کنی که به یه مسیر غلط میفتی. اگه کسی مثل زاهد با یه چراغ راهنما جلوت اومد بهش اعتماد نکن. آخرین نفر گرانته، دوست پسر سابق هیلی. کارت وسطش شیطانه که میگه این ماه باید یه فداکاری بزرگ بکنی وگرنه یکی از کسایی که خیلی دوستش داری رو از دست میدی. هیلی برای خودش هم فال میگیره. کارت وسطش مرگه که این یعنی ممکنه به خاطر عشق چیزهای خیلی مهم یا حتی جونش رو هم از دست بده. مهمونی تموم میشه و میریم سراغ آلیس که تو خوابگاهش تنهاست. دخترای خوابگاه‌های بغلی رفتن مهمونی. یادش میفته فالش گفته نباید عجولانه تصمیم بگیره. صدایی از بیرون میشنوه و میبینه نردبونی که زیر شیروانی بوده بازه. میره درستش کنه و برمیگرده تو اتاق. داره تلفنی حرف میزنه که باز صدا میشنوه. این بار میره بیرون و یه لحظه حس میکنه یکی پشت سرشه، ولی چیزی نمیبینه. دوباره میره سراغ نردبون که یهو میبینه اتاق زیر شیروانی یه حالت شیطانی به خودش گرفته و کارت کشیش رو جلوش میبینه. ناگهان یکی از پایین نردبون میکشدش. وقتی میفته یه موجود وحشتناک پیدا میشه. اونو زیر نردبون میبره و با باز کردن نردبون به شکل فجیعی سرش رو له میکنه. روز بعد دوستا به هم ریختن، به خصوص پیج که صمیمی‌ترین دوست آلیس بود. هیلی پیشش میمونه. پیج کابوس میبینه و میگه اگه کنار آلیس بودم شاید زنده میموند. هیلی میگه هیچ کس نمیتونه جلوی همچین چیزی رو بگیره. از مرگ مادرش میگه که با وجود فالهای تاروت و تلاشش نتونست جلوی سرنوشتش رو بگیره و به پیج میگه که نباید خودت رو سرزنش کنی. میریم سراغ لوکاس که کارت زاهد برش اومده بود. تو ایستگاه مترو میبینه یه طرف چراغا خاموشه. یه موجود ترسناک با فانوس میبینه و فرار میکنه.
میره تو اتاق استراحت و در رو میبنده. شروع به دویدن برخلاف جهت اون میکنه و با دیدن چراغ‌های اتاق استراحت وارد اون اتاق میشه و در رو میبنده. وارد قسمت متروکه از ایستگاه مترو میشه و همین که داره راه میره یه دفعه پاش روی روزنامه‌ای قرار میگیره که روی روزنامه عکس خودشه. روزنامه با تیتر درشت نوشته امروز جونتو از دست میدی. صداهای وحشتناک میشنوه و میره توی قطار متروکه. زاهد دوباره پیداش میشه و با فانوسش میترسونتش. لوکاس از قطار میپره بیرون و همون موقع قطاری از روبرو میاد و اونو میکشه. یه روز دیگه میگذره و دوستا حسابی ترسیدن. هیلی فکر میکنه مرگ آلیس و لوکاس به فال تاروت ربط داره. گرنت باور نمیکنه ولی پکستون میگه باید از یه متخصص کمک بگیرن. توی اینترنت سرچ میکنن و با زنی به نام آلما آشنا میشن که تو مسائل ماورایی و تاروت حرفه‌ایه. یه مقاله هم درباره گروهی تو سال 1950 میخونن که بعد از فال با کارت‌های عجیب به شکل وحشتناکی مردن. میرن پیش آلما. اول درو باز نمیکنه ولی هیلی با داد میگه 2 تا از دوستامون دقیقاً مثل فالشون مردن و ما هم توی خطریم. آلما هم درو باز میکنه و بهش میگه کارتایی که باهاش فال گرفتی رو نشون بده. هیلی میگه کارتا مال خودشون نبود و توی جعبه چوبی با علامت زودیاک توی کلبه بود. آلما میگه این کارتا نفرین شدن و گروه‌های زیادی رو کشتن. خودش هم قربانی یکی از این گروه‌ها بوده ولی چون فالش به خودش نرسید زنده مونده. میگه این کارت‌ها مال زنی تو قرن 18 که برای پادشاه مجارستان فال میگرفته. وقتی پیش بینی کرد همسر پادشاه و بچهش میمیرن این اتفاق افتاد. به اتهام جادوگری خونش رو آتیش زدن. زن قبل از مرگش با طلسم روحش رو توی کارت‌ها حبس کرد تا انتقام بگیره. حالا این کارت‌ها بین مردم میچرخن و سرنوشت آدم‌ها رو به بدترین شکل نشون میدن. آلما میگه باید کارت‌ها رو پیدا کنن و نابودشون کنن. دوستا کلبه رو دوباره اجاره میکنن و راهی میشن. وسط راه روی یه پل ماشینشون خراب میشه. مادلین یاد فالش میافته که گفته تکنولوژی ممکنه از کار بیفته و نباید از خطر فرار کنه. یه دفعه روی شیشه کناری شکلی شبیه همون آدمی که آویزون بود ساخته میشه. دختر ترسیده در رو باز میکنه و با سرعت شروع به فرار میکنه. هیلی سعی میکنه جلوی مادلین رو بگیره و بقیه هم با وحشت متوجه میشن که یه موجود وحشتناک داره طنابی رو به سمت مادلین میبره. بعد میبینیم که طناب دور گردن مادلین میفته و یه دفعه اونو با سرعت میکشه بالا. مادلین آویزون میشه و موجود اونو میبره. بقیه وحشت زده فرار میکنن. پاکستان که کارت احمق براش اومده بود و گفته شده بود باید به دوستای مورد اعتمادش نزدیک بمونه از گروه جدا میشه. توی راه خوابگاه یه دلقک ترسناک میبینه و فرار میکنه. اما توی آسانسور گیر میفته و دلقک از سقف میاد پایین. پاکستان فریاد میکشه. هیلی، گرنت و پیج به کلبه برمیگردن و کارت ها رو پیدا میکنن. میخوان با سوزوندن نابودشون کنن. ولی کارت ها سالم میمونن. اونها با آلما تماس میگیرن. آلما میاد و میگه سوزوندن به این سادگی جواب نمیده. سعی میکنه با چیدن کارت ها با روح جادوگر ارتباط بگیره و روحش رو جدا کنه. به بچه ها میگه اصلا تکون نخورن یا صدایی نکنن. جادوگر ظاهر میشه و کارت 6 شمشیر برای آلما میفته. جادوگر آلما رو میکشه و جنازش مثل کارت جلوی بقیه میفته. هیلی، گرنت و پیج فرار میکنن. پیج که فالش گفته بود شعبده باز گولش میزنه از بقیه جدا میشه. صدای هیلی رو از زیر زمین میشنوه و میره بررسی کنه ببینه داستان چیه. شعبده باز پیداش میشه و با اره به شکل فجیعی اونو 2 نیم میکنه. هیلی و گرنت تنها میمونن. هیلی میگه شاید بتونن با گرفتن فال برای جادوگر بلایی که سر آلما اومد را سرش بیارن. یه دفعه پنجره پشت سرش میشکنه و شیطانی که توی فال گرنت بود اونو از پنجره بیرون میکشه.
همزمان مرگی که تو فال هیلی بود جلوش ظاهر میشه. او موفق میشه با هر زحمتی که هست از اتاق فرار کنه. مرگ هم همچنان دنبالش میکنه که یه دفعه گرنت سر راش سبز میشه و به هیلی میگه برو فال رو بگیر. هیلی کارت ها رو میچینه و جادوگر رو صدا میکنه. کارت ها عذاب جادوگر رو نشون میدن. گرنت شروع به مبارزه با مرگ میکنه. هیلی میگه تو گذشته گیر کردی و نمیتونی سرنوشت رو عوض کنی. مثل من که نتونستم مادرم رو نجات بدم. جادوگر بهش حمله میکنه ولی هیلی میگه فالت رو خوندم. کارتت مرگه. مرگ به جادوگر حمله میکنه و توی سکانس عجیب کارت ها با جادوگر میسوزن. تو سکانس آخر هیلی و گرنت دارن آروم به سمت خوابگاه میرن. پکستون پیداش میشه و معلوم میشه وقتی تو آسانسور گیر افتاده بوده دوست صمیمیش که همیشه نزدیکش نگه داشته بوده در رو باز کرده و نجاتش داده. داستان اینجا تموم میشه.